علی برادرجون خوش آمده به خانه ما. چه خیلی بی‌مهر شدین، نه خبر میگیرید وقتای آخر. خونگی ها چطور؟ اهل و عائله چطور؟ همه ساز خوب؟ بله برادر جان، وقتای آخر کار و بارم خیلی زیاد هستند. خبر گرفته نتوانستم، از شما عذری زیاد میپرسم، اما به هر حال آمدم کو. همه تین شکر، اهل و عائله همه خوب، رحمت مینه دارم. دیگر در چه کار و بار هستید برادرم؟ چه احوال دارید؟ با چه کار مشغول هستید؟ این وقتها برادرم کار و فعالیت من در یوتیوب است. یعنی در سامانه یوتیوب من صفحه دارم با نام روشنفکر که در آنجا خبرها، قصه های جالب، قصه های تاثیر بخش را پیشنهاد مردم میکنم. شاید از این قصه ها شخص بهره گیرد، شاید شخص زندگیش عوض شود با سبب گوش کردن همین قصه ها. همین خیلی برادرم در یوسف جون برادرم بهترین کار رو به انجام میرسونی. اگر زید نباشه قصه ای رو به من نقل کردن میتوانی؟ چرا نه برادرم، نقل میکنم. مرد روز نزد درخت چهارمغز بود و به بوته های آن چهارمغز نظر میکرد و به خود میگفت چرا خداوند در درختی که اینقدر کلان است میوه های خرد آفریده است و در نهالی که آنقدر خرد است تربوز را آفریده است. همین سخن را از دل میگذراند که ناگهان از درخت چهارمغز افتیده به سرش میزند و آن شخص به سجده فرو می رود و شکرگزاری می کند و می گوید که اگر خداوند در درختی که اینقدر کلان است به مانند نهال تربوز میوه کلان رو اگر می سبزاند، سر من الکی کفیده بود. بله برادران عزیز، خداوند چیزی رو می داند که ما نمی دانیم. بهترین قصه بود برادر جانم، بسیار هم قصه تأثیر بخش. تشکر بر تو. کمی هم باز از یک چیزی آگاه شدم. ассалому алайкум бародарони азиз, агар навор ба шумо писанд шуда бошад дар видео лайк монед ва дар коммент фикру андешаҳои худро нависед. бо шумо будам Юсуф Азимов ва шумо қарор доштед дар саҳифаи Равшанфикр. хайр, худо ёру мададгоратон.